در فصل دوم به دستگاه‌های اندازه‌گیری می‌پردازم. ما در این دوره از اومتر برای تست قطعات الکترونیک استفاده می‌کنیم، اما دستگاه‌های دیگری واسه اندازه‌گیری وجود دارن که ما از اونها استفاده نمی‌کنیم، اما معرفی کردنشون خالی از لطف نیست. دستگاه اول اسکولیسکوپ هست. اسیلوسکوپ برای نشان دادن شکل موج‌ها استفاده میشه. ما با اسکولیسکوپ میتونیم طول موج، اختلاف فاز و ولتاژ رو اندازه‌گیری کنیم. میشه گفت همون کار اومتر یا ولتمتر رو برای ما انجام میده. قبل از اینکه وارد بحث ولتمتر یا اومترمون بشیم، امکان داره شما در یک آموزشگاه الکترونیک فعالیت کنید. به همین خاطر باید سیگنال ژنراتورها رو هم بشناسید. ما 3 نوع سیگنال ژنراتور داریم: صوتی، رادیویی و تصویری. سیگنال ژنراتور صوتی برای سیگنال دادن و تست طبقات صوتی F هستش. طبقات صوتی از ولوم صدا تا بلندگو شامل میشه. سیگنال ژنراتور رادیویی برای سیگنال دادن و تست طبقات F و RF به کار میره. سیگنال ژنراتور تصویری دستگاهی هست که چند تصویر درست میکنه تا در زمانی که فرستنده برنامه نداره، تعمیرکار بتونه تصویر داشته باشه. نتیجه گیری که در این بحث میتونیم بکنیم اینه: سیگنال ژنراتور همانند یک فرستنده است. یعنی سیگنال ژنراتور تصویری یک فرستنده تصویریه و سیگنال ژنراتور صوتی یک فرستنده صوتی هستش. بریم واسه توضیحات اومتر که خیلی لازمش داریم. به اومتر، مولتیمتر و اومتر هم گفته میشه. از واژه اومتر خیلی کم استفاده میشه. اومتر مقدار مقاومت، مقدار ولتاژ متناوب و مستقیم و مقدار جریان مستقیم رو اندازه‌گیری میکنه. در واقع اومتر داره حالتهای متفاوتی رو برای ما اندازه‌گیری میکنه و فقط مختص مقاومت نیست. پس از این به بعد ما به جای واژه اومتر از واژه مولتیمتر استفاده میکنیم. ما در بازار 2 نوع مولتیمتر داریم: مولتیمتر عقربه‌ای یا آنالوگ و مولتیمتر دیجیتالی. مولتیمتر آنالوگ چون که دیگه ازش استفاده نمیشه و کلا منسوخ شده، ما از این نوع استفاده نمی کنیم و در این دوره از مولتیمتر دیجیتال استفاده می کنیم. خب بهتره به صورت عملی به مولتیمتر دیجیتال بپردازیم. مولتیمتری که خریداری میکنید حتما باید توانایی اندازه‌گیری ولتاژ، جریان و مقاومت رو داشته باشه. این مولتیمتری که هست که ما ازش استفاده میکنیم در سایت آمازون تقریبا $60 فروخته میشه، اما در اینترنت بگردید همین مدل 100,000 تومان تا 150,000 تومان هم پیدا میشه. مولتیمترهای ارزان‌تر حدود 25,000 تومان تا 50,000 تومان و خیلی گرانتر از این مدل هم پیدا میشه. این دیگه بستگی به کار خودتون داره که از چه نوعی استفاده میکنید. شاید بخواید یه مولتیمتر دست دوم بخرید، قیمتش هم 10,000 تومان باشه. کلا مولتیمترها از 3 بخش اصلی تشکیل شدن. این قسمت نمایشگر هست که مقادیر اندازه‌گیری رو نشون میده و این قسمت سلکتور هست که ما با چرخوندن سلکتور میتونیم پارامترهای ولتاژ و جریان و مقاومت رو اندازه‌گیری کنیم و باهاشون اینا رو انتخاب کنیم. و این قسمت سوم هم پورت مولتیمتر هستش که پراب‌های ما به اینجا وصل. فرقی بین پراب‌ها وجود نداره، اما به صورت قراردادی پراب مشکی رنگ رو به پورت کام یا مشترک و پراب قرمز رنگ رو به پورت‌های دیگه وصل می‌کنیم. در اینجا وی رو نوشته، یعنی برای اندازه‌گیری ولتاژ هستش و اینجا یک شکل موج دیده میشه که نشون میده ما موج متناوب یا AC رو باهاش اندازه‌گیری کنیم. اینجا مقدار 200 درصد شده، به این معنیه که از ولتاژ AC یا ولتاژ متناوب از 0 تا ولتاژ 200 ولت رو برای ما اندازه‌گیری میکنه. الان برق شهر ولتاژ 230 ولت هست. سلکتور روی مقدار 200 باشه، مولتیمتر هیچی برای ما نشون نمیده، چون که 230 ولت از 200 بیشتره و این تا 200 ولت رو برای ما نشون میده. عملی که شما انجام میدید اینه که پراب قرمز رنگ رو مستقیم به فاز و پراب مشکی رنگ رو مستقیم به نل میزنید. به این عمل اندازه‌گیری موازی گفته میشه. برای چک کردن تمامی قطعات اینجوریه که شما دو سر پراب رو به قطعه میزنید که در این حالت اندازه‌گیری موازی بهش گفته میشه. قسمت بعدی که از اینجا مشخص هست برای اندازه‌گیری جریان مستقیم هست، اما داستان اندازه‌گیری جریان با بقیه فرق میکنه.
اندازه‌گیری جریان به صورت سری هست نه موازی. برای این کار اگه شما یه برد رو داشته باشید باید یکی از پایه‌های قطعه رو از برد خارج کنید، پراب قرمز رنگ رو به نقطه پایانی مسیری که پایه قطعه از برد جدا شده رو بزنید و پراب مشکی رنگ رو به خود پایه جدا شده بزنید. اون وقت میتونید جریان اندازه‌گیری شده رو از نمایشگر مشاهده کنید. رنج های مولتی متر ما از 200 میکروآمپر شروع میشه تا 200 میلی آمپر. رنج بعدی جریان 10 آمپر هست. چون جریان خیلی زیاده در این رنج باید پراب قرمز رنگ رو به این پورت وصل کنیم. قسمت بعدی برای تست ترانزیستور هست. قسمت بعدی خیلی به درد ما میخوره. همانطور که در علامتش مشخص است عکس یک بلندگو داره. اگه من فیش قرمز و مشکی رو به همدیگه بزنم صدای بوق میده و نمایشگر عدد 0 رو نشون میده. این یعنی اتصال کوتاه رخ داده، شبیه یک سیم عمل میکنه. همانطور که دیدید نمایشگر 0 رو نشون داد و بوق هم واضح بود. اما حالتی که الان دارید مشاهده میکنید نمایشگر عدد 1 رو نشون میده. این عدد در مولتی متر یعنی بی‌نهایت. یعنی پراب قرمز و مشکی به همدیگه وصل نیستن. پس میشه گفت یه قطعه رو تست کردیم دیدیم 1 رو نشون داد یعنی اون قطعه قطع هستش و در صورتی که صدای بوق شنیدیم یعنی وصل از مانند یک سیم عمل میکنه. قسمت بعدی که از اینجا هم مشخصه اوم رو نشون میده. برای اندازه‌گیری مقاومت هستش. در این رنج یا محدوده از 0 شروع میشه تا 200 اوم. خب ما یک مقاومت داریم مقدارش رو نمیدونیم تا محدودش رو هم تعیین کنیم. خب الان باید چیکار کنیم؟ کاری که لازمه اینه ابتدا در رنج 200 اوم قرار میدیم، بعد کلید سلکتور رو اینقدر میچرخونیم تا نمایشگر عدد ثابت و دقیقی رو به ما نشون بده. این علامتی که در اینجا درج شده برای مقاومت 2 کیلو اوم هستش. برای تست دیود و ترانزیستور استفاده میشه. در این مولتی متر مقاومت رو تا 2 مگا اوم برای من میخونه. قسمت بعدی ولتاژ DC یا ولتاژ مستقیم رو اندازه گیری میکنه. محدودش از 200 میلی ولت تا 600 ولت هستش. ولتاژ DC همون ولتاژ باتری هست. نکته‌ای که هست اگه فیش قرمز یا مشکی رو به اشتباه وصل کنیم اتفاق ناخوشایندی نمیفته. فقط مقادیر با علامت منفی روی نمایشگر ظاهر میشه. در بعضی از مولتی مترهای دیجیتال کلید هولد رو مثل این دارن. این کلید کاری که میکنه این مقداری که شما دارید اندازه‌گیری میکنید هی کم و زیاد میشه. اگه این کلید رو فشار بدید اون مقدار برای شما ثابت دیده میشه. این کلید زرد رنگ هم برای روشن کردن چراغ نمایشگر استفاده میشه. بدین صورت ما در فصلهای بعدی مکرر با مولتی متر کار میکنیم و بدون مولتی متر تست کردن و عیبیابی قطعات امکان پذیر نیست. در ادامه این تخت پلاستیکی رو هم میبینید که درون سوراخ‌های کوچیکی داره که قطعات الکترونیک در اون قرار میگیره. اسم این تخت پلاستیکی بردبورد هستش. حالا ساختار بردبورد بدین صورته که این دو قسمت بدین شکل در ارتباطن. در این قسمت که تقسیم شدن به همدیگه در ارتباط نیستن و این قسمت هم بدین شکل در ارتباطه که معمولا در اینجا برای تغذیه استفاده میشه.